به هیچ وجه چشم سومتو باز نکن. سلام خدمت همه دوستای عزیزم، سجاد هستم از کانال یوتیوب آیا تئوری. خیلی تو کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستا و حتی سایت‌های پرطرفدار یه سری تبلیغات پر زرق و برق دیدیم درباره این مورد که چشم سومتو چطوری باز کنی، نمیدونم روش‌های باز کردن چشم سوم، آموزش باز کردن چشم سوم و یه سری حرفای عجیبم پشت بندش میزنن که میگن مثلا چشم سومتو باز کنی توانایی‌های فراانسانی پیدا می‌کنی و نمیدونم قابلیت‌های اینچنینی به دست میده. اصلا یه چرت و پرتای زیادی میگن در این مورد. اول اینکه بگم خیلی از این آموزش هایی که خیلی از این روش هایی که اینا میگن هیچ تأثیری نداره و کاملا الکیه و فقط یه جور جو دادن برای گرفتن بازدید و دنبال کننده است. حالا اگه تعداد اندکیش، تعداد کمیش هم راست باشه، یه ضررهای خیلی زیادی داره که اصلا نمیارزه بری سمتش. و اینو بگم که باز کردن چشم سوم کار هر کسی نیست که حالا هر کی بیاد یه سری آموزش ببینه و چشم سومش باز بشه. نه، اصلا اینطوری نیست. چشم سوم یا آجنا که بهش غده صنوبری هم میگن، چاکرای ششم بدن ماه که وسط پیشونیمون قرار داره. چشم سوم مربوط به عالم روحانی و معنوی انسان و کسایی هستن که با ریاضت و عبادت خیلی زیاد تونستن چشم سومشون رو باز کنن و به بصیرت آگاهی برسن. پس باز کردنش کار هر کسی نیست و از هر روشی هم نمیشه بازش کرد. گفتیم چطوری یه سری بازش کردن. حالا بریم سراغ عواقب باز شدنش. قبل از اینکه عواقب باز شدنش رو بگم، حتما ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم واسمون بذارید. خب بریم حالا سراغ عواقبش. اولین مورد فشار زیادیه که به بدن وارد میشه و در اغلب افراد به صورت سردرد این فشار ظاهر میشه. مورد بعدی هم برهم خوردن آرامش انسانه. وقتی شما چشم سومتون باز میشه، یه چیزایی رو درک میکنید که برای دیگران قابل درک نیستن. ممکنه حتی صداهایی رو بشنوید، زمزمه‌هایی رو بشنوید، یه چیزایی رو ببینید که کلا آرامش رو از شما میگیره و حتی یه خواب راحت هم ازتون گرفته میشه. و مورد بعدی گفتم که یه عده با ریاضت و عبادت میتونن بازش کنن که اینا هیچی، اینا باشون کاری نداره. ولی افرادی که از راههای دیگه‌ای به جز اینا اقدام به باز کردنش کنن، تسلط اجنه و شیاطین رو به خودشون راحت میکنن و راه تغذیه اونا از روح و انرژیشون رو باز میکنن. پس لطفاً پول این تبلیغات رو نخورید و سمتش نرید. گفتم که اکثرش الکیه و اون یه ذره‌ش هم که ممکنه واقعی باشه این عواقب رو داره. پس اصلاً توجه بهشون نکنید. حالا شما نظرتون رو بگید، تا حالا با این تبلیغات مواجه شدید یا اینکه خودتون تا حالا انصافاً شده تلاش کنید چشم سومتون رو باز کنید، یا اینکه دوستاتون، اطرافیانتون کسی رو دیدید که اقدام میکنه برای این کار؟ حتما نظرتون رو برای من بنویسید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.